طبق سپارش رئیس ستاد شهری اوید به پیشگیری پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا گروه ایجادی تلویزیون یکجایه با نمایندگی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجاکند متخصص شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر تقویف حمیدالله در بین اهالی کارهای فهماندهی و تبلیغاتی برده شد. اولام همه از پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا در اضطراب افتاده است و برخی از شهروندان شهر و دهات پنجاکند قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. این حالت ناگوار در جای‌های سیر و دم بینقاب‌های محافظتی بی‌پروایانه گشت و گذار کردند. در یک جا جمع شده فاصله اجتماعی را رعایت نکردن باعث نگرانی است. با این گونه اشخاص صحبت کرده به آنها توصیه‌های طبیبان فهمانده داده شد تا به سلامتی خود و نزدیکانشان زیان نآورند. هر روز جهت پیشگیری پنجشنبه از کرونا از جانب شعبه کارهای داخلی شهر در کوچه‌های شهر و دهات کارهای تبلیغاتی و نظارتی انجام داده می‌شوند و شهروندان از خطر پنجشنبه کووید 19 آگاهانیده می‌شوند. زیرا راه اساسی پیشگیری از بیماری سرایتی کرونا اصول‌های پروفیلاکتیکی شخصی و جمعیتی میباشد. همزمان در دکان و مغازه‌ها، آشخانه و طربخانه‌ها برای میزبان امروز بازگردیدند. خوشبختانه در بعضی مؤسسه‌ها، مغازه‌ها، دکان‌های خدمات معیشتی ضرورت رعایت قاعده‌های بهداشتی را درک کردند و کارهای پروفیلاکتیکی را انجام دادند. بعضی صاحب مکان به قاعده‌های بهداشتی قطعاً رعایت نموده از روی توصیه متخصصان به فعالیت آغاز کردند. فعالیت در مغازه آب‌های تشنه‌شکن، مؤسسه‌های خوراک عمومی، مغازه‌های پریچوده، سیم، آشخانه‌های محیدین و رودکی جوابگوی طلبات‌های گیگیانی و سانیتاری‌اند. هنگام نواربرداری مشاهده شد که در آشخانه محیدین فعالیت با رعایت قاعده‌های بهداشتی به راه مانده شده است. مسئولان کوشش به خرج دادند همه توصیه‌های متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر پنجاکند را سرمشق کار خود قرار دهند. اینجا حرارت سنج استفاده، فاصله اجتماعی رعایت گردیده به تازگی محیط اهمیت جدی داده شده است. معامله کردن رئیس تلویزیون با ساری همه دنبال در شب بازار فروشنده ها به قاعده های بی‌ضررگردانی تمیزکاری رعایت می نمایند، لیکن کمبودی این است که در درآمدگاه این مرکز سودا دستشوی وجود ندارد. مشاهده شد که در درآمدگاه بینای تریست پنجاکندساز دستشوی تشکیل کرده شده است و آب و صابون وجود ندارد. تدبیرهای بی‌ضررگردانی در مؤسسه و تشکیلات‌ها، دکان و مغازه‌ها، کاشانه‌های حسن، آشخانه‌ها ادامه دارند و با سپارش رئیس ستاد ضد اپیدمیکی کارهای فهماندهی در شهر و دهات پنجاکند بین اهالی همه روزه به راه مانده می‌شوند. گزارش فیروزه عادلزاده، خیام جرایف.